داد میدان وردک ولایت سنگلاخ کل دره ده چیزی نگفته دره نور وای دغه سیمه ته و سرک رغزل تر ډیره پورې پوخ دی او بالخصوص شمې پر از ډیری کورنۍ ته د چکر سیاحت لپاره راځي هوا دومره ښکلې ده طبیعت دومره ښکلی دی کلي سیندونه اوبه بهیږي چې د لوړو غرونو سرچینه اخلي نو حتما د سنګلاخ څخه لیدنه وکړئ او د ښکلاو څخه یې خوند واخلئ. کلو ځوانانو سره مخ شوم چې نه پیم کار ته روان یا کار څخه ولاړ. سلام لاله عزیز، خوب هستی؟ بخیر صد خوب سلام لاله خوب هستی؟ بخیر خیرتیست ماندنش بیادت خوب هستی خیرتیست ماشاءالله جوانای مقبول سنگلاخ خوب هستی انشاءالله. نام چی است؟ سید احمد. سید احمد. سید جاوید. سید آوازی. کل سید آجم شده کل سادات ها زیجه؟ بله. چی کاروبار میکنی؟ از کجا آمدید کجا روان بدین؟ الله آمدیم من یک کم ذره بریم برای زمین ها سر زمین ها کار میکنیم. خود سر زمین ها کار میکنی؟ چی کش میشه؟ چی وقت چه ساله؟ اینجا فعلا کشفالوز گندم از جو است باقلی زمین ها خود از کار میکنین؟ هوا چطور؟ هوا سرد است دیگه. بعضی جا ما سرخانه دیدیم که سرخانه نگهداری میکنن. حالا هوا سرد نه مرطوب است خوب است دیگه. خب بر ما خب بخی سرد است از کابل آمدیم. خود لالا بیل دست بود میره پشت هوا میری ها؟ جانا ما پشت هوا میریم. نوبت است هوا؟ نه میتونی از دریا بسته نکنی. دریا دیگه او خدایی دیگه فریمان هوا است. فریمان است جانا. خب این چطور است؟ کارگر است یعنی کار میکنه. من بر مکم کارگریز معلوم میشه. نامشان پرسان کار میکنیم میزیم. خب بچه نامشان من بسیار جای مقبول است. راحت است نمیشه. خوش است نمی کاربارتان. جانا خدا را شکر. کابل خوب است اینجا. همین هم خوب است کابل مرد کار باشه خوب است. هر جای کار باشه غریبی باشه. خب در کاربارتان برکت. دیگه شما جوانان سنی که خدمت میکنه زمیناتون از ما فکر از دوگر یا کابل دیگه مردم از دیگه پیام پیش شما و از مهمان نوازیتان از برخوردتان مردم خوش بسیار تشکر برای بخیر باشید. بخیر باشید قربانت قربان بخیر باشید. خوب هستی بخیر خیرتیست جان جور بیشک ماشاءالله خوب عوض مقبول جور کردی. جور کردیم نمیره هموطنان عزیز که بیاین اینجا میله کنه او بازی کنه دیگه کنه سرمایه گذاری کردیم در وطن بیشک همینجا ما یک کمی روزی و نان برای خودم. کلان خدمت است. نام چی است و داخل کدام قریه است؟ نامم سید اسدالله است از ولایت میدان وردک ولسوالی جلریز دره سنگلاخ هستم مگم قریه سرخلا. سرخلا این زمینای خودتان است یا جور کردی؟ زمینای خودم است. ما چطور فکر داشت که تشویق کردی یا خودت بازی شوق داشتی یا جور کردی؟ نه دم فکر خودم میره جور کردیم. میای مردم میای روزای جمعه دیگه فامیلا میای؟ میای مردم. خب بسیار خوب است. کلان خدمت است که در وطن هستی و خدمت میکنی و ماشاءالله خوب آو چشمه دیگه میای. آو چشمه است. خب روان است دیگه روان است. از این طرف میره از این طرف میای. خب بسیار خوب. دیگه مالداری گاوداری که چم داره زمین؟ داریم یک ذره. چی میشه دیگه میوه چی از میوه زیادی سیب است. سیب است. ها سیب میدان وردک داره سیب مشهور است دیگه. سیب است. چهارمغز و گپاش دام است. چهارمغز هم است. قربان لالم دیگه کلان خدمت یعنی ما موازی کردیم و این خدمت است که جوانان می از هوای گرم کابل دیگه ولایت هوای سرد بهاریز ماشاءالله. سلامت باشید. قربان لالم بخیر باشید. خوب هستین؟ شما خوب خیرتی بخیر جان جو ماشاءالله چه یک هوای زندگی بکنین نام خدا. هوای سرسبز است دیگه درخت‌ها است دیگه در نور است. نام چه است؟ نام من سید میرآقا است. سید میرآقا این منطقه بیشتر سادات هستن فکر کنم. سید است. سادات است. خب سادات کدام منطقه است دقیقاً و این امی سایی که ما شما ساده هستیم این کدام قریه است؟ این قریه سرخلا میگه. دره سنگلاخ. اصلی دری سنگلاخ است. بازی منطقه است سرخلا است. بازی او که میاد از دریا شما از کجا سرچشمه میگیره و سرچشمه‌اش از قطب میاد از بالاتر است. از اونجا سرچشمه‌اش است. این در این منطقه خودی ما سه چشمه است. یکی اونجا است یکی اونجا است یکی این منطقه است سه چشمه داره. باز مردم میاد بچه کار گپا فامیلا میجا. زمینات دیگه از هر کس شخصی دیگه. شخصی زمینای شخصی است.
هر کس اون سرزمین خود یک دو تا تخت مانده از امو یک استفاده میکنه. ماشاءالله دمی گرمی فکر کنم هوا سرد شاو چه سر شوی جا شاو دو تا کمپل دارم من خودم. یعنی فکر کنم در این وقت ماه سرطان اسد کمپل میشه. بخیر باشه در کاربار برکت باشه. ماشاءالله میشم تو تر تازه باشه. قدرمنونکو د میدان وردګ ولایت د سنگلاخ ښکلې دره بېلابېل کلي لري چې هر یو ځان ته ښکلا لري. ډېری دلته مڼې دي او د چهارمغز ونې دي خو فضا دومره شنه ده چې انسان ترې خوند اخلي. دلته دغه سړکونه یا سبزخانات چې د ناروې هیواد لخوا جوړه شوې دلته ځکه چې دلته هوا یخه وي زیاتره ځینې ترکاري ممکن میوجات په دغه سرخانه کې وساتل شي. هڅه کوم چې ولاړ شم دننه او وګورم کوم مسؤل وي ورسره. دا هم سړکونه چې د سنګلاخ په دغه کې بیرون موږ لامبو وهله دومره هوا یخه ده خو په دې سړکونو کې هوا دومره ګرمه ده. دلته دا چې د ناروې هېواد لخوا جوړ شوی د سیمې خلکو لپاره په ډېرې ګمان سره چې رومیان دي او دلته دوی داسې چې بیرون هوا یخه ده څه حاصل نه کېږي نو د لپاره دلته دوی دا سړکونو کې رومیان کرلي دي. والا چه یک جای آمدی بخورم؟ والا یه خود داره زیبای کوچک نورستان است دیگه. نورستان است. او پسان گفتم بود در این نور است. در این نور مخدوم. در این نورستان کوچک مویده و نام موندیم از مردم میدان. نام چی است و باشنی می ملقسی؟ اسم ما جاوید الله است از ولایت میدان وردک قریه کنخمار. از کنخمار آمدیم اینجا با قلعه فامیل که یک دقیقه سیاحت کنیم و در زیبای اسفال منطقه خودتان است دیگه. بله از منطقه خودمون. ما از کابل از دوغر آمدیم. با سر چشمی ما آمدید لالا. چطور جای بالا که منطقه سیاه است که سر شما میگیره کم معلومات دارم. این او که است بالا یک چشمه است به نام چشمه شفاف. بالا دو جای دو قسمت چشمه شفاف است که مردم میایه برای لذت زندگی و یک طبیعت. امروز خوب است فرصتی است برای روز فامیلی است. جایی است که امنش حساب امنیتش بسیار امنیتش خوب است. کس با کس کار نداره او مردم بسیار زیاد. خود مسئول چیکار هستی؟ خود مصروف دلیوری است. خب بسیار تیر از این طرف برای این طرف چکار خودم دیگه اینمی تقریبا دمی هفته پیری چهارم است که آمدین در بسیار خب دیگه کیف کو هوای خوب است وطن است هر نقطه وطن زیبا است بخیر باش لالا عزیز زنده باش قربان بخیر باش قربان